امروز در قصر ارباب شهر خوجند گسیل جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جریان دارد. در امروز نه تنها والدان این نفران بلکه تمام جوانان حدود ولایت سوخت و مهمانان تشریف آوردند تا اینکه جوانان را با یک روحیه بریده به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای حمایت مرز و بام این کشور روانه سازند. تاکید به یادآور است که در تاجیکستان دو موسم دعوت بهاری و تیر ماهی جریان می‌گیرد که جوانان با خواهش خود به صف ارتش کشور شامل می شوند. کرامت مامجانова زاده ده چورکوه شهر اسفره بوده امروز دو نفر نبیره‌اش را به صف ارتش مملکت روانه نموده ایستاده است. او میگوید که نبیرگانش باید خدمت حربی رفته مکتب مردانگی را گذرند. من همچون آچه همین دو فرزند که فرزندهای خودم را به صف ارتش ملی ایصال کرده ایستاده به همه سعادت‌ها صحت و سلامتی عمری دراز به همه هاشون خدمت مادر وطن کردن را تمنا دارم، چون که خدمت مادر وطن را کردن این قرض هم است و هم فرض است. کرامت مامجانova برای گسیل نبیرگانش با دودرش به قصر ارباب آمده است. دودرش مخکمبای مجیدوف نیز زاده شهر اسفره می باشد. میگوید برای به خدمت رفتن دو نفر نبیره‌های خواهرش تیار بودند و حالا با خواهش خود به ارتش تاجیکستان سفربر می شوند. من حاضر ما همراه خواهرم نبیره‌های خود را به صف ارمی ارتش تاجیکستان گسیل کرده از اینها خواهش میکنیم که خدمت نقص کرده با سر بلند نزد پدر مادرشون برگردند. در برابر نبیرگان کرامت مامجانova حبیب حاجیف نیز از شهر اسفره با خواهش خود به صف قواهای مسلح کشور رفته ایستاده است. او پس از ختم دانشگاه قرض شهروندی خود را نزد وطن مادر ادا کردن است. بنابراین روز اول دعوت شهروندان به خدمت حربی به کمیسریات حربی شهر اسفره رفته از قید گذشت. این دعوت شونده پس از قبول سوگند حربی در یکی از قسم‌های حربی کشور خدمت می‌کند. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا را با سر بلند خط نموده در پیش خود مقصد گذاشتم که اختیاراً به خدمت مادر وطن روم، زیرا وطن عزیزم را دوست می‌دارم. در مراسم گسیل نواسکران رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان شاهیان عبدالستار حضور داشتند. ضمن برآمد خود رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده افزود که در اساس طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی هر سال در دو مرحله دعوت شهروندان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تشکیل و گذرانده می‌شود. در دعوت مذکور 1800 نفر جوانان برای شامل شدن به صف ارتش کشور آماده بوده. حالا 1100 نفر آنها گسیل نموده ایستاده‌ایم گفت رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده. طبق مقررات کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حمایت وطن، منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت دولتی و اقتدار مدافع آن وظیفه مقدس هر یک شهروند دانسته می‌شود. از چهره خندان و رفتار هر یک نفری حاضر شده عیان است که همه شمایان عزیز خدمت کردن به مادر وطن را قرض و شرفی فرزنده خود می‌داند. من از نام خود به همه پدر و مادران برای تربیت چنین فرزندان وطن دوستی به ننگ و ناموس و با آر و شجاع اظهار و سپاس منتداری احترام می‌نمایم. در ادامه چهاربینی بخشیده به معرکه گسیل نواسکران شاهیان عبدالستار معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان برآمد نموده افزود که در کشور امروز معرکه دعوتی تیرماهی شهروندان جریان دارد. افزای سیاسی و مرکب جهانی معاصر طلب می‌نماید که هر جوان باید مرز اجدادی خود را حمایت و برای نسل‌های آینده پست نگاه دارد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانی‌هاشون خود بارها تاکید نمودند که قواهای مسلح حمایتگر حقیقی و سپری با اعتماد استقلال وطن کفیل امنیت، صلح و ثبات کشور و زندگی آسایشته خلق به حساب می‌رود.
ҳамчунин комиссари ҳарбии вилояти суғд давлатшоҳ мирзозода дар гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурияти тоҷикистон баромад намуда таъкид дошт ки тоҷикистон дар таърихи гузашта низ бо ягон кишвар ғараз надошта мақсади ҷанг карданро надорад. мардуми тоҷик мардуми сулҳдӯст ва сулҳуофар маҳсуб меёбанд, аммо нафарони бадхоҳ аз кишварҳои бегона имрӯз мехоҳанд вазъи дохилиро ноором намоянд. аммо ҷавонони бо нангу номуси кишвар ҳамеша ҳимоятгари мамлакат ба ҳисоб рафта марзи аҷдодии худро ба касе додане нестанд. имрӯз вазъи нооромии ҳарбию сиёсии минтақа ва ҷаҳонро фаро гирифтааст. бахусус амалҳои ҷинояткоронаи террористону экстремист ва баъзе гурӯҳҳои созмони бадхоҳ ба сулҳу амниятамон таҳдид менамоянд. аз ин лиҳоз вазъи печидаву зудтағйирёбандаи ҳарбии сиёсии ҷаҳону минтақа давлату ҳукумати кишвар қувваҳои мусаллаҳи миллӣ ва ҷавонамонро водор месозад ки баҳри ҳифзи ватан, таъмини ҷомеа ва меҳнати созандаву зиндагии шоистаи мардум ҳамеша омода бошем. мо аз ҷавонони синни давлатӣ ба амал меорем ки баҳри марзубуми тоҷикистон ва музаффариятҳои истиқлоли давлатӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмати софдилонаву содиқона ба ҷо оранд. таъкид ба ёд оварест ки имрӯз шарту шароит дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурияти тоҷикистон беҳтар гардида сафи хоҳишмандон ба хизмати модар ватан бумаром зиёд шуда истодааст. ин аст ки даъвати баҳории имсола дар вилояти суғд пеш аз муҳлат иҷро гардида буд. من از خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان افتخار می‌کنم و باوری دارم که این جوانان دلیر و شجاع وطن نیز برای اجرای قرض فرزندی در برای حمایت مرز و بوم وطن سربلندانه و این کشور جان و جانمان تاجیکستان صاحب استقلال خدمت خواهم کرد. من با خواهش خودم به خدمت مادر وطن رفته ایستادم. من میخوام هر یکی همین جنگی بچگان رو به خواهش خداشون به خدمت مادر وطن روم. من محمد جان افزرف ساکتی جماعت جدید چارگو، من به خواهش خودم به خدمت مادر وطن رفته ایستادم. میخوام که همه جوانان همسالان خودم به خدمت مادر وطن آمده خرج هر یک شهروندی خودشان را به جا آورند. من خالق اختیار بختیارویچ ختم کننده دانشگاه دولت طب تاجیکستان به نام ابوعلی بن سینا هستم. من از خواهش خودم به خدمت رفته ایستادم. حوزه خدمت اویل ما اکم خدمت و پدر همه خدمت کرده است. خدمت برای همه جوانان شرف است. خدمت حربی مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری‌های عمومی و خدمت حربی و در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2 مرتبه گذرانیده می‌شود و خدمت حربی تنها شهروندان جنسشان مرد که سنشان از 18 تا 27 سال رسیده است دعوت کرده می‌شود. مهلت خدمت حربی 24 ماه و برای جوانان معلومات عالی‌دار 12 ماه در بر می‌گیرد. مادر کلان کرامت محمدجانова نیز در قطار دیگر والدان نبیره‌هایش را دعای نیک داد تا آنها خدمت مادر وطن رو به جا آورده به سر بلند برگردند. اله آمین قشلاقکا مای تندی کند الهی همه این سعادتکای ساق بردی صحت سلامه با سرکای بلند با رویکای سرخ و پیش پدر و مادراشون بازگردانده بیار الهیم ای خدا. گزارش سید مختار سید انور، نسیم جان رحیموف از ناحیه بابوجان غفورov برای برنامه اطلاعاتی خبر.